درود به کانال تژ، خوش اومدید. من تژ هستم و امروز میخوام راجع به فیلمای کمدی ایرانی صحبت کنم که امروزه ساخته میشن. نمیدونم شما سینمایی های کمدی ایرانی رو میبینید یا نه، اما 100% تبلیغاتشون رو یا تو تلویزیون یا توی اینترنت دیدید. آدم وقتی تیزر تبلیغاتی این فیلم ها رو میبینه همون لحظه میفهمه که با یه فیلم به شدت بیمزه طرفه که پر از بی‌محتوایی و شوخی‌های جنسی و مثلا سیاسی و ساختار شکن که معمولا زمان انقلاب یا دهه 60 اتفاق افتادن. در کل اگه بخوایم بگیم متوجه میشیم که با یه فیلم مبتذل طرفیم و آره، بحث امروزمون مربوط به این وضعیته. رفقا دمتون گرم که بالاخره کانال رو به 1000 سابسکرایبر رسوندید. با حمایت‌های شماست که من انگیزه میگیرم بیشتر و سریعتر ویدیو بسازم. به شکرانه همین 1000 تا ساب میخوام یه ویدیوی پرسش و پاسخ بسازم و به سوالاتتون پاسخ بدم. پس اگه سوالی دارید تو کامنت ها بپرسیدشون. صحبت بسته، بریم سراغ ویدیو. اکثر مردم مخصوصا بزرگترها به این باور دارن که محتوای مبتذل یعنی فقط پورن و فحاشی به شدت رکیک و این چیزا، در صورتی که ابتذال یعنی ساده سازی افراطی و سطحی کردن یک مفهوم، موضوع یا هنر به طوری که ارزش یا اصالت یا معنای اون کاسته بشه. پس با این تعریف این فیلم‌ها کاملا مبتذل و بی‌ارزش هستن. اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا اصلا این فیلم‌ها ساخته میشن و روز به روز هم به تعدادشون اضافه میشه؟ کلی جواب داره، ولی مهمترینش پوله. بیشتر این فیلم‌ها بودجه بزرگی ندارن. اگه داشته باشن هم در برابر سود اون فیلم اصلا بودجه هر چقدرم عددش گنده باشه خونده نمیشه. پس طبیعتاً وقتی سازنده کم میذاره و زیاد برمیداره، این فیلم‌ها هم ساخته شدنشون ادامه پیدا میکنه. عامل بعدی استقبال مردمه. بله، درسته که این فیلم‌ها مبتذلن، بیمزن و همه ازشون بد میگن، ولی با این حال استقبال ازشون خیلی زیاده. علت این هم معلومه، چون تو ایران تفریح درست و حسابی وجود نداره. مردم همین سینما رو هر چقدرم که بی کیفیت باشه به غنیمت میشمرنش که بهشون میشه حق داد. بعدش هم ملت میرن این فیلم‌ها رو ببینن چون شنیدن که توش به حکومت تیکه انداخته میشه. آره جون ارواح همت. شوخی کمر به پایین داره و از همه مهمتر به خاطر بازیگرای این فیلم ها میرن: پژمان جمشیدی، رضا عطاران، بهرام افشاری و غیره. میخوای فیلمت فروش بره، یکی از اینا رو بیار توش. بعد تو فیلمت هر چی میخوای بذار، فروشش تضمینیه. همینا با دست به دست دادن دلایل دیگه باعث میشن که این فیلم ها ساخته بشن. اما این همه گفتیم که این فیلم ها محتواشون سخیفه. بذارید یکم محتواشون رو بررسی کنیم. یک چیز مشترکی که بین همه این فیلم ها هست اینه که همشون سعی دارن خودشون رو یه فیلم ساختار شکن معرفی کنن که اصلا چهارچوب و تابوها براشون مهم نیست و دارن یه چیز متفاوت رو ارائه میدن. همونطوری که میدونید ما توی یه کشوری زندگی میکنیم که یک حکومت اسلامی سر کاره و خیلی چیزا مثل چه میدونم رقص و آزادی و ارتباط فیزیکی بین زن و مرد، انتقاد از سیستم، صحبت از تبعیض‌ها و غیره ممنوع هستن و خیلی سخت گیرن روشون و اگه کسی ضد این چیزو صحبت کنه زود سربنیست میشه. حالا تو همچنین فضایی تو شبکه جم یه تیزر تبلیغاتی در حد 30 ثانیه میبینیم که داره کاملا این ساختارها رو به هم میریزه. یه تیزر که داره تبلیغ یه فیلمی به اسم بدبخت توسری خور، کانال صیغه یابی کل ایران، شلوارلی، پاتایا، کارت سلامت و غیره رو میکنه. یه تم به شدت رنگی و شاد همراه با یه آهنگ غیر مجاز که کلی مرد ریشدار با لباسهای هوایی تور و عجیب غریب دارن میرقصن. چند تا جمله رندوم از این فیلمو که غیر مستقیم به سکس اشاره میکنه، به وضع جامعه و حکومت تیکه میندازه. همه توش مشروبات الکلی میخورن جوری که انگار آب باشه. آخرش هم میگن کثیف‌ترین و نجس‌ترین فیلم سینمای ایران. مخاطب هم اینا رو میبینه و میگه اوه عجب فیلم ساختار شکنیه، بشینم ببینمش.
اما اصلا اینطور نیست. این فیلم ها ادای ساختار شکن بودن رو در میارن. برای مثال طوری فیلم رو معرفی میکنن که یه سری جوون هنرمند که تو کار موزیکن انقلاب میشه و اینا به خاطر این سختگیری های حکومت و این چیزا استعدادشون تلف میشه، یا یکی تو دهه 60 به خاطر یک کاست آهنگ کلی اذیت میشه، ولی به موقع دیدن فیلم متوجه میشیم که کاراکترهای فیلم همشون یه سری آدم ابله و پخمه و بی‌عرضه هستن که اصلا آدمای محترمی نیستن و شهوت چشمشون رو کور کرده. از اون ور همیشه یه بازیگری مثل سید جواد هاشمی هست که تو فیلم نقش یه فرشته در لباس یه فرد مثلا سپاهی و مذهبی رو داره که همیشه میره مسجد و تا الان هیچ کس بدشو ندیده، که آخر فیلم هم اون هنرمندای نامحترم تو درگاه اون کسایی که بدبختشون کردن و باعث حال و روز بدشون هستن توبه میکنن و به اونا پناه میارن. در واقع تو انتظار فیلمی رو داری که سختی کشیدن اون کاراکترهای مورد نظر و ظلمی که بهشون شده رو نشون بده و فیلم هم واقعا سختی کشیدن اینا رو به نمایش میذاره، اما فقط همین، صرفا سختی کشیدن اینا رو به مخاطب میگه و نمیگه که چرا اصلا اینا دارن سختی میکشن. کی باعث این بدبختی هست؟ بیشتر به نظر میاد که این آدما رو داره مسخره میکنه و به ریششون میخنده و اون افراد ظالم توی فیلم هم امام زمان بودنشون ثابت میشه. اون آزادی هم که سعی داره نشونش بده چیزی نیست به جز یه سری چیز هرز مبتذل که ذره‌ای ارزش نداره. توی این فیلم‌ها شادی و آزادی فقط خلاصه در رقص یه سری مرد ریشو میشه که هر کدوم چند تا زن دارن و به خیانتشون ادامه میدن. اصلا هدفشون اینه نهایت آزادی تو مغز ملت اینا باشه، نه یک زندگی خوبی که آدم توش لازم نیست حمالی کنه و آخرش تو فقر و گرسنگی بمیره. از شوخیای دم دستیشون هم که نگم دیگه. مثلا یه دیالوگ عادیشون اینه: بیا اینو بخور. چی رو؟ این طالبی رو دیگه. یا انصافا برای یک بارم که شده من دلم میخواد برم طبیعت زیبای کشور تایلند رو ببینم. سوء تفاهم نشه ها، منظورم واقعا طبیعت زیبای تایلنده. جدیداً هم دارن از میم‌های کرینج فارسی تو فیلماشون استفاده میکنن. مشکل این کار اینه که ساخت فیلم یه 7-8 ماهی طول میکشه. بعد خود این میما به خودی خود کرینجن دیگه. بعد این مدت طولانی این میم حتی یه بچه 13 ساله رو هم که تازه وارد راهنمایی شده رو هم نمیتونه بخندونه. و آخرین شوخیشون رو میخوام مثالشو بزنم. وافور و خودکار پیک و گاز پیکنیکی و این چیزا نماد معتادا هستن. میخوام ازتون بپرسم که چقدر خنده داره که موقع دیدن گاز پیکنیکی بگیم آره اگه فهمیدی تو جهنم میبینمت. با بس دیگه، هیچ چیزش خنده‌دار نیست. دارید چندین ساله برای فیلماتون از این خودکار و پیکنیک کره میگیرید. در حد این قضیه بیمزه و عادی شده که صدا سیما هم این جریان خودکار رو وارد پایتخت کرده. اصلا چرا با همه چی شوخی کردن داره عادی میشه؟ آیا واقعا آواره شدن کلی آدم به خاطر دین و این چیزا باید باشون شوخی بشه؟ آیا شلاق خوردن و شکنجه به خاطر یه نوار کاست و ویدیو قابل شوخی کردنه؟ آیا شهید شدن کلی آدم توی جنگ 8 ساله با عراق قابل شوخی هست؟ آیا قتل عام مردم توسط سازمان مجاهدین خلق قابل شوخی هست؟ عیب نداره. اگه میشه با اینو شوخی کرد، چرا با غزه و فلسطین شوخی نمی کنید؟ چرا با سقوط هلیکوپتر شهید جمهور بزرگوار سید ابراهیم رئیسی شوخی نمی کنید؟ به جای شوخی بیشتر شبیه پروپاگاندا هست این کار. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه، مطمئن باشید با اعدام و گشنگی و داغ فرزند هم قرار شوخی بشه. خب رفقا، ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. نظر شما چیه؟ آیا با حرفای من موافق هستید؟ آیا به نظرتون امیدی به سینمای کمدی ایران هست یا روز به روز هم قراره که بدتر بشه؟ نظرتون هر چی که هست تو کامنت ها بگیدش. اگه از ویدیو خوشتون اومده لایک و اگه خوشتون نیومده دیسلایک کنید. در صورت حال کردن کانال رو هم سابسکرایب کنید. راستی سوال هاتون رو هم برای ویدیوی پرسش و پاسخ یادتون نره. همین. تا ویدیوی بعدی فعلا بدرود. 素直に I love you 届けようきっと You love me 伝わるさ君に会う